بالاخره مسابقات جهانی کال اف دیوتی موبایل شروع شد و داخل این مسابقه کلی سی پی میده و کلی جوایز رایگان که امروز قراره که بهتون بگم چجوری داخل مسابقه شرکت کنین، بتونین 10000 سی پی از خود بازی بگیرین و به صورت رایگان دریافتش کنین. حتما تا آخر ویدیو ببینید که آموزش کامل و دقیق بهتون داده شده. سلام بچه‌ها، خبرن کالا باز حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین سالم و سلامت باشین. بچه‌ها چه خبره؟ چیکار میکنید؟ بالاخره اومدیم با یه ویدیو بمب دیگه و اینکه داخل این ویدیو قراره که بهتون بگم چه جوری میتونی تا 10000 سی پی رایگان از خود کال اف دیوتی موبایل داخل این سیزن به صورت رایگان دریافت کنین و بگیرین. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین که آموزش تک به تک گرفتن این سی پی رو بهتون دادم، یعنی روششو 100% بهتون دادم. بریم سراغ ویدیو بدون معطلی. حتما با دقت ببینید که کلی نکات مهم و ریز داره بهتون میگم. اول از همه داخل مولتی پلیر تو بخش مولتی که برین میبینید نوشته 2025 اسنپ دراگون پرو سریز. بچا رون کلیک میکنین، یعنی بالا همون دکمه استارت و اینا میبینین اونجا دقیقاً هستش. رون کلیک میکنین 14 روز دیگه هم وقت داره از این ویدیو که دارم واسهتون میسازم که وارد همچین صفحه میشین. خورده صبر بدین لود بشه صفحه واسهتون میاد اینجا. بچا شما اینجا باید شرکت کنین داخل مسابقاتی که خود کال اف دیوتی موبایل برگزار کرده به اسپانسری اسنپ دراگون که بچا اسنپ دراگون یه شرکتیه میاد مثلا پردازنده گوشی موبایل میسازه، اینا اومده حالا اسپانسر شده و کلی جواز رایگان داره میده کال اف دیوتی موبایل. به همین مناسبت که یک نفر اومده داره این همه هزینه میکنه و کلی جایزه رایگان شما میتونید داخل این مسابقاتی که برگزار شده دریافت کنین. از جمله و مهمترینش بچا سی پی رایگانه که تا 10000 تا سی پی رایگان واقعی بچا میتونید دریافت کنین و دیگه خودتون دارین میبینید و داخل بازی هم برید میتونید مشاهده کنین. اینم از این. بچه‌ها یه دونه اسکیم بهتون میده، چند تا گان بهتون میده و از 300 تا سی پی شروع میشه تا 10000 تا سی پی. به چه روال بعد چه جوری باشه بچه‌ها؟ شما اول از همه ببینید ثبت نام کنید، بعد یه تیم خوب داشته باشین. الان یه خورده سریعتر میگم، بعد میبینید خورده با جزئیات‌تر بهتون میگم. بعدش این تیم خوب داشتین میرید داخل مسابقات شرکت میکنید و اگر بتونین امتیازهای خوبی دریافت کنید و بگیرین تا 10000 تا سی پی رایگان میتونید از خود کال اف دیوتی موبایل بگیرید. ولی خب این نیست شما الان مثلا چند نفر بشین ببینید داخل بازی کلی نکات مهم داره که اگر اینا رو رعایت نکنین نمیتونین سی پی بگیرین که بعد حتما این ویدیو رو ببینین که من تمامش رو کامل بهتون گفتم و چه کارهای انجام بدین و قوانین همین مسابقه رو من واسهتون گذاشتم، دارم بهتون توضیح میدم خورده جلوتر و میتونین ببینید. و دیگه خودتون دارین اینجا داخل صفحه تماشا میکنین که بچا تیم اول و دوم بچا اگر بشین داخل اون ریجنی که انتخاب میکنین، داخل اون کشوری که موقع ثبت نام کردن انتخاب میکنین، بهتون 10000 تا سی پی میده. دیگه خودتون میتونین داخل بازی جوایزش رو کامل مشاهده کنین. بچا بریم سراغ حالا این نکاتش چجوری یا همه اینا بهتون بگم، قوانینشو بهتون بگم و چجوری میتونید شرکت کنید. بچا تا اینجا ویدیو دیدین یه خواهش کوچیکم ازتون داشتم، اگر میتونید بچا کمتر از 1 ثانیه وقتتون رو میبره حتما ویدیو رو لایکش کنین. یه حمایت خیلی بزرگی از من میکنه و اینکه باعث میشه بقیه بچه‌ها این ویدیو رو ببینن و بتونن سی پی رایگان دریافت کنن. حتما این ویدیو رو لایکش کنین و اگه برای اولین بار دارین چنل منو میبینین حتما دکمه سابسکرایب و مشترک شدن رو بکوبین، زنگوله بغلش روی آل همه قرار بدین. از ویدیو جدید من میذارم با خبر بشه، یعنی نوتیفیکیشنشون واسهتون بیاد که کلی مسابقه میذارم خودم داخلش، مثلا بهتون هدیه میدم و کلی ویدیو خفن در مورد کال اف دیوتی موبایل یکیش مثل همین ویدیو میتونید استفاده کنین و ببینین و لذتش رو ببرید. دم تک تکتون گرم که این ویدیو رو لایکش میکنین با من. خب بچا بریم سراغ قانون قوانین رو بهتون بگم. کلا قانون قوانین که میخواید شما یه تیم بسازین و باید چند نفر باشین، همه اینا رو الان بهتون میگم. اینا خیلی مهمه، بهش کامل توجه کنین. اگر صدای گوشتون کمی خورد بیشترش کنین، با توجه ببینید یه خورده بچه‌ها اگه واقعا می‌خواید سی پی رو رایگان بگیرید. نگاه کنین، اول از همه شما باید یه تیم 5-6 نفره داشته باشین. چرا میگم 5-6 نفره بچه‌ها؟ چون که بتونید برین داخل بازی مسابقه رو به خوبی ببرید و حالا واسه شال خب کلا 5 نفر بیشتر نمیتونن بازی کنن. چرا ما باید یه نفر اضافه داشته باشیم؟ بچه‌ها یه یار کمکی داشته باشین. بذارین مثلا که اینترنتش قطع میشه، یکی گوشیش شما مثلا وسط مسابقات خراب بشه یا حالا هر اتفاق دیگه، مثلا ممکنه برق خونهشون بره و مودمشون از کار بیفته، کلا از بازی آفلاین بشه که شما بتونید مثلا دست بعدی، چون بعد 30 مچ شما بازی کنید، دست بعدش بتونید یار کمکیتون ببرید. این تا اینجا تمام. شما باید یه دونه ریجن رو انتخاب کنید، یعنی آقا یه کشور رو بذارید، مثلا کره شمالی یا مثلا کانادا رو انتخاب کنید. بعد شما هر 5-6 نفرتون که هستین، یه تیم هستین، باید حتما یه کشوری رو انتخاب کنید.
و یه نکته دیگه خیلی مهمی هم هست، اینکه بچه‌ها هر چی رنکتون بالا باشه، رنک مولتی پلیرتون به شما پوینت بیشتر میده. مثلا اگه رنکتون لژندری باشه، هر مچ که بازی میکنه، هر دست که بازی میکنه بهتون 60 امتیاز میده و هر چی رنکتون پایینتر باشه به شما کمتر امتیاز میده. مثلا اگه رنکتون لژندری باشه 20 تا مچ هم ببرین به شما کل جوایز رو میده. مثلا اگه رنکتون پایین باشه 30 تا مچ و یکی دو تاش هم خراب کنین، احتمالی که مثلا بتونید سی پی بگیرین خیلی کمه. ولی اگه رنکتون لژندریه، مثلا اگه مثلا 5 تا مچش هم ببازین، هیچ موردی نداره، امکان اینکه بتونید سی پی خیلی زیادی بگیرین هست بچه‌ها. این تا اینجا. شاید خیلیتون میگه خب ما از کجا میتونیم رنکمون چقدر؟ بچه‌ها میین داخل صفحه لابی مولتی پلیر، اونجا بالا سمت چپ نگاه کنین، بخش رنکتون هست، اینجا میتونید رنکتون ببینید چقدره. و الان میبینید رنک منو اینجا زده ویترین آی هستم بچه‌ها که کلا 1000 تا بیشتر رنک من نیست، یعنی هیچی نیستم الان. شما میتونید برید فقط با کسایی که هم رنک خودتونن، نمیتونید برید مثلا با کسایی که رنکشون لژندری یا مستر بازی کنه. و مثلا اگه شما رنکتون مستره، برید با کسایی بازی کنین هم تیم بشین که رنک اونها مستره. مثلا نمیتونید برید مثلا یکی مستر یکی لژندری یکی مثلا بخوام بگم الایت هست. با به این نکته توجه کنین رنکاتون دقیقاً مثل هم باشه. مثلا اگر لژندری هست رنک شما یا رنک یاراتون هم لژندری باشه که گفتم میتونید ببینید از کجا نگاه کنین. اینم از اینجا بچا. اینجا لیدر برده، یعنی تیمایی که جزء نفرات اول هستن تا ببره به پایین بچا، اینجا داخل لیدر بردش نوشته. اگر یادتون باشه واسه گرفتن 10000 تا سی پی شما باید داخل ریجن خودتون نفر اول و دوم می بودید که اینجا الان زده مثلا نورث امریکن، مثلا اروپا رو زده بچه‌ها که اینجا لیدر برده، یعنی داخل این بخش صفحه بیا میتونید ببینید چه تیمی اوله چه تیمی آخره که من الان این جلوتر بهتون آموزش ساختن تیمو بهتون میدم، چجوری میتونید وارد یه تیمی بشین. همه اینا رو الان بهتون یه خورده جلوتر میگم. اینجا داخل بخش لیدر برد بیای میبینید بچه‌ها مثلا یه تیمی هست 5 تا دستو برده 5 تا دستو باخته که بچه‌ها خیلی مهمه که شما تمام مچایی که بازی میکنین رو ببرید، مثلا 30 تا مچ و همگی بازی کنن و بتونید بچه‌ها تا درصد خیلی زیادی اونها رو ببرین. اگر به بازی تیم حریف شما داخل لیدر برد جزء نفرات اول میشه و جایزه بیشتری رو میگیره و باید سعی کنین بچه‌ها یه تیم خیلی خوب بسازین که تمام قوانینش هم رعایت کرده باشین و بعد از اینکه ساختی برید وارد مسابقه بشین و مسابقه بدید داخل رنگ مولتی پلیر. برید آموزش ثبت نام بهتون بدم. بغل پایین سمت راست نگاه کنین نوشته بچه‌ها جوین تیم بچه‌ها یا کرییت تیم بچه‌ها، یعنی ساختن تیم یا عضو شدن داخل یه تیمی که شما رو هر کدوم از اینا بزنی بهتون میگه آقا کدوم کشور رو می‌خواید انتخاب کنین، ریجن شما چیه موقع ثبت نام. اینجا یعنی یه جوری داری بچه‌ها فرم پر می‌کنین شما داخل مسابقه شرکت کنین. اینجا خیلی 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 مهمه بچه. چرا دارم بهتون میگن؟ شما هر کشوری نمیتونین بزنین، مثلا نمیتونین برین بزنین آمریکا یا کانادا یا بچه جرمنی که میشه آلمان. بچه شما این کشورها نمیتونین چون کشورهای پرجمعیتی هستن و کشور پرجمعیت هم کلی پلیر داره که پلیر مخصوصا کال آف دیوتی موبایل و درصد شانس به برنده شدن شما داخل اونا میاد پایین. چرا میگم میاد پایین؟ چون بچه اونا پینگشون نسبتا خیلی بهتره شما. یک دو اینکه بچه‌ها میگم خیلی پلیر داره. شما یه کشوری رو انتخاب کنین که نسبتا به بقیه کشورها یا ریجن‌ها که شما اینجا هستن جمعیت کمتری داشته باشن، همچنین پلیر کمتری داشته باشن که اکثرا مثلا کشورهای ناشناخته که خیلی کم جمعیتن همچین کشورهایی. از بین همه بچه ریجن نزدیک میتونم بگم 50 60 تا بچه ریجن کشور مختلفه. خودتون میتونید انتخاب کنید. پیشنهادیای منم هستش بچه‌ها، ولی خب الان من داخل این ویدیو بیام یه چیزی رو پیشنهاد بهتون بدم. شاید این ویدیو 20000 نفر ببینن، ویدیو 20000 نفر برن بزنن اون کشور، خب دیگه شلوغ میشه همون کشوری که من بهتون پیشنهاد میدم. بریم بگردین خودتون با اول از همین یه تیم بسازین و هم داخل همین کامنت های همین ویدیو میتونید بچه‌ها کامنت بذارین. اگه تیم ندارین بنویسین. آخر چندین نفر که میان این ویدیو رو میبینن، چندین هزار نفر که این ویدیو رو میبینن، داخل بخش کامنت ها کامنت شما رو میتونن ریپلای کنن، یعنی پاسخ بدن. آقا یالا آیدی تلگرامتون یا آیدی اکانتتون رو یا اسم اکانتتون رو بذارین، برید داخل بازی با هم دیگه مشورت کنین که آقا چه کشوری بزنین. با هم تیمیاتون یه کشوری رو انتخاب کنید بچه‌ها که کم جمعیت باشه، نسبتا پلیراش منظورم خیلی کمتر از بقیه کشورها باشه و بزنید. من میگم الان اگه داخل این ویدیو یه کشوری رو معرفی کنم بچه‌ها شاید این ویدیو رو چندین هزار نفر ببینن. مثلا ویدیو قبلی در همین مورد مسابقات چمپیونشیپ بود که 5 روز پیش گذاشته بودنش، بچه‌ها نزدیک 10000 نفر دیدن. خب الان من اگه یه کشوری رو بگم مثلا مثل بچه‌ها پرتغال یا مثلا یه کشور دیگه، خب اون 10000 نفر میرن میزنن همون کشور، بازم شلوغ میشه. خودتون بگردین یه کشوری رو انتخاب کنین که مثلا داخل لیست، مثلا تای لیستن یا وسطای لیستن،
اسمشون مثلا یه جوری که هیچ کس نمیزنه، یا اینکه بچه‌ها خیلی کم جمعیت میتونید داخل گوگل سریع یه سرچ کنید بچه‌ها مثلا جمعیت فلان کشور براتون سریع میاره بالا و رو صفحه اصلی خود گوگل نشونتون میده. این از این بچه‌ها راحت برین یه دونه ریجن انتخاب کنین با هم تیمیتون. حالا هم تیمی از کجا پیدا کنین؟ داخل بخش کامنت‌های همین ویدیو بنویسین که من هم تیمی میخوام، بیاین اگه کسی هست بیاد همین کامنت رو بذارین، یا برین کامنت بقیه بچه‌ها که مثلا همین کامنت گذاشتن ریپلای کنید، یعنی همون پاسخ دادن و بنویسین یو آی دی تون رو برای هم دیگه بذارین، یا نمیدونم آیدی تلگرامی شماره‌تون اگه دوست داشتین واسه هم دیگه بذارین که من اینو بهتون پیشنهاد میکنم اگه تلگرامی جای چیزی دارین آیدی تون رو بذارین، یا اینکه مثلا داخل بازی اسمتون رو قرار بدین واسه اون کسی که میخواید حالا باهاش هم تیمی بشین. از داخل بخش همین کامنت‌های همین ویدیو میتونین این کارو انجام بدین. بچه‌ها تبادل نظر کنین، نظر همدیگه رو بخوایم این آقا چه کشوری خوب به نظرتون بزنین، میتونین به همدیگه پیشنهاد بدین از بین این لیستی که اینجا قرار داره. بچه‌ها مثلا انار نورث امریکن هست، اروپا هست و یه ریجن دیگه که از بین شما خودتون میتونید انتخاب کنید. حالا بالفرض که آقا مثلا ما یه ریجن رو انتخاب کردیم با 5 6 نفر از دوستامون، شما باید یه دونه بچه‌ها تیم بسازین، یعنی یکیتون بشه کاپیتان تیم و بیاد اینجا یه دونه تیم ثبت کنه، کریت تیم، یعنی یه دونه تیم بسازین که بچه‌ها بعد از که ریجنتون رو انتخاب کردین شما روی صفحه اصلیش بیاد داخل همین جایی که کلیک می‌کنین نوشته کریت تیم که من واسهتون یه دونه فلش زدم دقیقاً زیر همون جوین تیم. بچه‌ها یه دونه کریت تیمه، بهتون میگه که اسم تیمتون رو انتخاب کنین، هر اسمی دوست دارین واسه تیمتون بذارید، نمیدونم مثلا پرو پلیران کالاف، نمیدونم هر چیزی که دوست دارین بذارین. بچه‌ها نوشته تیم نیم، بچه‌ها بالا که سمت راست نگاه کنید داخل همین کادر سفیده نوشته مای تیمتون رو بچه‌ها بزنین تیم نیم، اینجا هر چی دوست دارین. مثلا من میذارم آقا جواد اورکناین، برای مثال دارم میذارم، مثلا میتونستم بذارم اورکناین خالی، مثلا اسم تیممون این باشه. بعد از که این کارو کردین شما روی دکمه پایین سمت راست نگاه کنین نوشته کانفرم بچه‌ها تیم، یعنی چی؟ یعنی که شما تایید میکنین تیمتون اینه. بالاش هم بچه‌ها اد پلیر، شما میتونید اینوایت پلیر، میتونید پلیرایی که میخواین بیان اون دوستایتون که پیدا کردین داخل بازی رو اینوایت بدین. اینجا یه دونه یو آی دی مخصوص میخواد که شما برین داخل صفحه‌ای که همون اول واردش شدین روی جوین تیم بزنین و اونجا زدین بالا سمت راست نگاه کنین به شما یه دونه آیدی میده. اون آیدی رو که من میبینید بچه‌ها میخوام کپی کنم اونش کپی میکنین، مال هر کسی مخصوص خودشه. باید بدین به کاپیتان تیمتون بیاد داخل بخش کرییت تیم، اینجا روی اینوایت پلیر بزنه و وقتی که زد روی اینوایت پلیر نوشه بچه‌ها SPS بچه‌ها آیدی، همون کدیه که شما میتونین درخواست بدین، یعنی کاپیتانتون میتونه درخواست به شما بده و شما میایین دیگه داخل تیم وارد میشین. به همین راحتی بچه‌ها شما میتونین یه دونه کلن بسازین، یه دونه تیم بسازین، یعنی حتما یه دونه کاپیتان داشته باشین که بشه لیدر شما. بچه‌ها یه تیم بسازه، بعد از اینکه تیم ساختین میتونین برید داخل بازی و داخل مسابقه شرکت کنین. به همین راحتی امیدوارم که متوجه شده باشین که چه چیزی از چه قراره. تمام چیزایی که بهتون میگفتم و گفتم، ولی خب بازم دارم بهتون میگم بچه‌ها چند تا نکته خیلی مهم داره. حتما یه دونه ریجن خیلی خوب بگردید پیدا کنین با هم تیمیتون، با هم فکری هم دیگه. من الان نمیتونم بهتون بگم آقا مثلا برین بزنین کشور پرتغال. چرا میگم نمیتونم همچین کاری رو کنم؟ چون الان این ویدیو رو بچه 20000 نفر ببینن که همین اتفاق هم احتمال خیلی زیاد میفته. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدین، لایک میکنین ویدیو رو، یه همت خیلی بزرگی کردن میکنین با این کارتون. ویدیو رو لایک کردین خیلی بامزه. داشتم میگفتم بچه‌ها چون که آقا این ویدیو رو خیلی‌ها میان میبینن دقیقاً همون کشوریایی که من گفتم و میرن میزنن، بعد شما میرین داخل همون ریجنا بازی میکنین، همون افرادی که داخل اون کشور قرار دارن بازی میکنن. همین یه سری پلیر ایرانی باز دوباره که من داخل این ویدیو گفتم باز میرن بازی میکنن. شانس برنده شدن شما داخل مسابقه میاد پایین و پایین‌تر. پس بهتر از همینی که شما برین خودتون انتخاب کنین با نظر هم تیماتون که 5 نفر یا 6 نفر هستین، بگردین آقا یه تیم خوب پیدا کنین. بهتره که داخل بخش کامنت های همین ویدیو دارین ویدیو رو تماشا میکنین آقا بگی من یه تیم میخوام. هر کسی بچه‌ها دیگه اگر میخواین واقعا دنبال تیمی، به نظر اون فردی که کامنت گذاشته داخل این ویدیو منو بچه‌ها ریپلای کنین و بعد که ریپلای کرد حالا یو آی دی باشه یا بچه داخل تلگرام آیدی هم دیگه رو بدین داخل همین بخش کامنت ها. خلاصه که یه جا آقا یه گروهی بزنید با هم دیگه هماهنگ کنین.
هم که بریم واسه بازی کردن مثلا سری ساعت تایم مثلا خاصی مثلا بگه 7 شب تا بچا 9 شب بریم بازی کنیم مسابقه رو سری وین کنیم. یا بچا مثلا اینکه بخواید حالا به هم دیگه اون آیدی اس بچا بود و آیدیه که مخصوص هر پلیره، همین که بچا کاپیتان بتونه اون آیدیا رو ازتون بگیره اینوایت بده بهتون که بتونین بچا برین داخل اون تیمه. و گفتم بچا هر چی رنک شما بیشتر باشه میتونین امتیاز بیشتری بگیرین داخل بچا این مسابقات و هر چی امتیاز بیشتری هم بگیرین میتونین قاعدتاً سی پی بیشتری بگیرین. و خب بچا به نظر من پیشنهادی که من واسهتون دارم اول رنکتون رو یه خورده ببرین بالا اگه میتونید تا لژندری برسونید، بعدش بچا یه دونه تیم بسازین عضوش بشین و بعد برین بازی کنین. این بهترین راهیه که شما بتونید سی پی رایگان رو سریعتر بگیرین، همین که بچا همین که واقعا دریافت کنین. و بعد از که تمام این کار رو انجام دادین آقا بالفرض که شما رفتین 30 تا بچا باید حتما داخل مولتی پلییر بخش رنکش بازی کنین. بعد که تمام کار ثبت نام اینا رو انجام دادین برای اینکه داخل مسابقات شرکت کنین برای رنکت بازی کنین. و بچا اگر 30 تا مچ رو بتونین ببرین یعنی مرحله رو بتونین ببرین شما زمانی استارت میکنین بتونین داخل لیدربورد جزء نفر اول باشین، مثلا میگیم نفر دوم یا نفر دهم. بعد از اینکه مسابقات تموم شد بچا یک هفته بعدش داخل بخش صندوق هاتون یا بخش همون پیاماتون واسه شما سی پی بچا میادش و میتونه از اونجا بگیرینش. اینم از این. حتما دقت داشته باشید که یه تیم خیلی خوب پیدا کنید و بسازین بچا، همگی بازیشون خوب باشه، دیوایسشون خوب باشه و واقعا چندین سال باشه که دارین مولتی پلییر بازی میکنین. یه همچین تیمی بسازید که واقعا قوی باشه، بتونین راحت برین همه رو بزنین داخل این مسابقه و در نهایت امتیاز خیلی خوبی بگیرین و نبازین، بتونین سی پی رایگان از خود کال آف دیوتی موبایل بگیرین. هر سال خود کال آف دیوتی موبایل داره این کار انجام میده، نزدیک به 5 سال این یعنی پنجمین ساله کال آف دیوتی موبایل داره مسابقات جهانیشو میذاره و داره سی پی میده. این و راه روشی که بهتون گفتم یکی از راه روش‌های گرفتن سی پی رایگان از خود بازی کال آف دیوتی موبایل که واقعا هر سال کلی پلیرای ایرانی و خارجی از این مسابقات سی پی رایگان میگیرن. اینا بچه از مسابقات چمپیونشیپ کال آف دیوتی موبایل داخل سال 2025. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی باورم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین و این ویدیو رو دیدین. برای بچه خفن یادتون نره چنل منو سابسکرایب کنین برای بچه خفن و اون زنگوله بغلش روی آل همه قرار بدین از ویدیو جدید من مخبر بشین و نوتیفیکیشنشون واسهتون بیاد. لایک ویدیو هم که فراموش نشه، یه حمایت خیلی بزرگی از من میکنین که بقیه بچه‌ها میتونن این ویدیو رو بیان ببینن، یعنی باعث بشه که به اونها این ویدیو نشون داده بشه. خیلی دمتون گرم، خیلی باحاله که تا اینجا ویدیو من همراه بودیم و این ویدیو رو دیدین. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها. هر روز دیگه داریم مثل طبق همیشه طبق یک سال پیش اگه یادتون باشه هر روز پشت سر هم دارم واسهتون ویدیو میذارم بچه‌ها و کلی در مورد همین جوایز رایگان خود کال آف دیوتی موبایل AK 117 متیکو که دیگه همتون دیدین اومدش، ایونتش و همه اینا واسهتون داخل همین چنلم قرار میدم. کلی ویدیو خفن فردام از دست ندین، کلی به درتون میخوره. تا اینجا ویدیو دیدین دمتون گرم. تا ویدیو رو صفحه‌ام دارین میبینید برین تماشا کنین، کلی آموزش هستن و به درتون میخورن. تا یه ویدیو یا آموزش خفن دیگه هم فعلا خدا نگهدار شما. نزنش